وقتی که قوم عبدالقیس به حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد، روایت از ابن عباس رضی الله عنه است که گفت وقتی که آنها آمدند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از آنها سوال کردند که چه مردمی هستید و یا چه گروهی هستید؟ گفتند قوم ربیعه. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به آنها گفتند که خوش آمدید، خسارتمند و پشیمان نباشید. آنها گفتند یا رسول الله، ما جز در ماه حرام به حضور شما آمده نمیتوانیم و بین ما و شما کفار قبیله مضر قرار دارند. ما را به چیز قاطع امر فرمایید تا کسانی را که با ما نیامدند و از اماویر شما خبر دهیم و عمل کردن با آن سبب داخل شدن ما به بهشت گردد. آنها از رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواهش کردند و گفتند که ما یا رسول خدا، ما غیر از ماه حرام دیگر وقت نزد شما آمده نمیتوانیم و برای ما عمل و نصیحت بکنید تا که ما آنها را برای آنهایی که همراهی ما نتوانستند بیایند برسانیم و سبب عمل کردن به این نصیحت شما سبب آن شود که ما یک جایه همگی داخل بهشت شویم. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از به اینها حکم نوشیدن را هم گفتند. وقتی که اینها پرسیدن شدند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آنها را به 4 چیز امر کردند و از 4 چیز منع فرمودند. یعنی که گفتند این 4 چیز را باید بکنید و 4 چیز دیگر را گفتند که باید این را نکنید. امر کردند که به خدای یگانه ایمان بیاورید و از ایشان پرسیدند آیا می دانید که معنای ایمان آوردن به خدای یگانه چی است؟ بعد آنها گفتند خدا و رسول او داناتر است. پس آن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند معنایش گواهی دادن است که بر این که خدای جز خدای یگانه وجود ندارد و شریک برایش نیست و این که محمد پیامبر خدا است و برپا داشتن نماز و دادن زکات و روزه گرفتن ماه رمضان و این که از مال غنیمت خمس را ادا کنید. آنها را از 4 چیز نهی نمودند، یعنی که گفتند که این 4 چیز را باید که نکنید. از شرابی که در خم، در کدو، در تنه درخت خرما و شرابی که در ظرف جلا داده شده و یا ظرف قرندود تهیه شده باشد هرگز استفاده نبرید، زیرا اینها ظرف‌هایی که نامر شد ظرف‌هایی بودند که در آن زمان در این ظرف‌ها شراب تیار کرده میشد. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در دوام چی گفتند؟ گفتند که این چیزها را حفظ کنید و به کسانی که با شما نیامدند خبر دهید. از ابو مسعود رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند کسی که بر اهل و اولاد خود نفقه بدهد اگر نیت ثواب از خداوند را داشته باشد این نفقهش صدقه حساب می شود. از جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله عنه روایت است که گفت با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین بیعت کردم که نماز را بخوانم، زکات را ادا نمایم و برای هر مسلمان نصیحت کنم. و از جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله عنه جای دیگر روایت است که گفت نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدم و گفتم میخواهم با شما در اساس اسلام بیعت نمایم. بر من شرط کردند که به هر مسلمان نصیحت کنم و من با قبول شرط مذکور با ایشان بیعت نمودم. دوستان عزیز، اگر میخواهید که ثبت های بیشتری ما را دسترس نمایید پس حتما
با شبکه ما با نام برادر مسلم در یوتیوب و در شبکه‌های اجتماعی آبونه شوید و آنجا موضوعهای جالب دیگر را دنبالگیری نمایید. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.